سعید مولایی ورزشکاری ایرانی تبار شهروند آلمان قهرمان جهان اوید به جودو و جایزه‌دار بازی‌های المپی چند روز اینجانب با همراهی ورزشکاری شناخته کشور کامرانشاه استوپریان در تالار ورزشی به نام استوپریان شهر خوجند مشق تمرین دارد. این دو ورزشکار به مسابقه گرند اسلم انتالیا آمادگی می‌بینند. در جریان مشق و تمرین ورزشکاران این تالار ورزشی از این دو ورزشکار تجربه می‌آموزند. باعث خرسندی است که امروز یکی از پهلوان‌های بهترین سطح جهانی هم قهرمان جهان هم جایزه‌دار بازی‌های المپی اومد یک نفری که در اوید گوسینگ جودو در جهان موقع خاصی خود دارد مهمان ما هست. امروز با همراهی کامرانشاه آنها تیاری به مسابقه‌های در پیستاده گرند اسلم انتالیا و بعد در آلمان اومد از روی نقشت برای اشتراک در آنها تیاری دادند. حضور این یک پهلوان نامی برای رشد جودو در ما عموما خیلی خوب است. حضور این خیلی پهلوان ها برای نسل نوست یک چیزی است که اصلا آرزو میکنند پهلوان های نوست که با یگان پهلوان سطح جهانی بکنند و امروز این شرایط مهیا شد و من باور دارم که این یک تکان خوب برای رشد گشتن جودو و تربیت پهلوانان ما میگردد. با گفت سعید مولایی تالار ورزشی استوپریان شهر خوجند یکی از تالارهای زمانوی جودو در تاجیکستان است. او ابراز می‌دارد که نمود جودو در تاجیکستان سال از سال رشد یافته ایستاده است و امید است از بین جوانان و نورسانی که امروز در این نمود ورزش تمرین می‌کنند آینده قهرمان‌های المپی به پایان می‌رسند. خیلی خوشحالم که تاجیکستان هم همانند کشور من ایران مردمانی خوب و فرهنگ به آداب رسوم خیلی خوبی رو دارن. من فکر میکنم که جودوی تاجیکستان در حال حاضر کم کم دارد خوب میشود. درسته مدال المپیک در تاجیکستان یک مدال هست ولی خب قهرمانای زیادی دارد و دو قهرمان همچون دو بار قهرمان آسیا همچون کامران استوپریون هستن. هدف آمدن من جهت مشق هستش که انشالله یک 10 روزی من اینجا مشق دارم و بعد از این مسابقات بعد از این مشق ها در مسابقه بعدی که در IGF تور هستش حضور پیدا میکنم. در این زال در این سالن همه چی مهیا است، همه چی فراهم هستش که برای یک قهرمان سالن تمیز، تاتامی خوب، معلم‌های خوب و همچون قهرمانی که انگیزه به شخص بدهند و کامران استوپریان که خودش قهرمان آسیا هستند و چمپیون در جهان در سامبو هستند. فکر می‌کنم این بزرگترین موتیویشن و انگیزه برای ورزشکاران در این اکادمی باشد. من برای اینها فقط یک نکته میگویم که هیچ وقت فراموش نکنن که بالاترین نعمت رو اینجا دارن. من خودم هیچ وقت اینجور سالن یا اینجور امکانات هیچ وقت نداشتم و فراموش نکنن که میتوانن از همین زال و از همین اکادمی قهرمانای خوبی پرورش دادن. مورد به ذکر است که با دستگیری فدراسیون جودوی کشور و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان نمود جودو که یکی از نمودهای معروف المپی ورزش از سال سال در کشور ما رشد یافته ایستاده است. عین زمان در این نمود ورزش در تمام منطقه های کشور از جمله در ولایت سوخت کودکان و نورسان و جوانان سرشمار تمرین کرده در مسابقه های جمهوری و بین المللی و جهانی اشتراک نموده مهارت سنجی میکنند. امید است سالهای نزدیک جودوچیان کشور ما مدال‌های طلایی بازی‌های المپی را به گردن آویخته آبروی ورزش تاجیک را در عرصه جهانی بالا بردارند.